ایلان ماسک تا چند ماه دیگه تو سال 2025 با گوشی‌های تسلا به جنگ آیفون و سامسونگ میاد. همین 2 ماه پیش بود که ایلان ماسک گفت اگه اپل و گوگل به راه پلیدی برن، تسلا گوشی هوشمند میسازه و مثل این که برنامه ساخت این گوشی زودتر از انتظارها به جریان افتاده. گوشی جدید تسلا نیازی به شارژ باتری نداره و با استفاده از انرژی خورشیدی در طول استفاده روزانه شارژ میشه، یعنی یک انرژی بی‌نهایت و مادام العمر. این گوشی نیازی هم به اینترنت های سیم کارتی و خانگی نداره، چون خودش سیستم پای داره که مستقیما به ماهواره های استارلینک در فضا متصل میشه. شما میتونید با این گوشی حتی از روی زمین با شخصی که توی کره ماه هستش ارتباط برقرار کنید، چون گوشی های تسلا به ماهواره ها متصل هستن. حالا به نظر شما تسلا میتونه رقیب بزرگی برای آیفون و سامسونگ باشه؟ حتما نظرتون رو در این باره بنویسید و قبل از ترک ویدیو برای دیدن ویدیوهای بهتر و شگفت‌انگیزتر پیج دنیای اسرار رو دنبال کنید. ایلان ماسک تا چند ماه دیگه تو سال 2025 با گوشی‌های تسلا به جنگ آیفون و سامسونگ میاد. همین 2 ماه پیش بود که ایلان ماسک گفت اگه اپل و گوگل به راه پلیدی برن، تسلا گوشی هوشمند میسازه. ایلان ماسک تا چند ماه دیگه تو سال 2025 با گوشی‌های تسلا به جنگ آیفون و سامسونگ میاد. همین 2 ماه پیش بود که ایلان ماسک گفت اگه اپل و گوگل به راه پلیدی برن، تسلا گوشی هوشمند میسازه و مثل این که برنامه ساخت این گوشی زودتر از انتظارها به جریان افتاده. گوشی جدید تسلا نیازی به شارژ باتری نداره و با استفاده از انرژی خورشیدی در طول استفاده روزانه شارژ میشه، یعنی یک انرژی بی‌نهایت و مادام العمر. این گوشی نیازی هم به اینترنت های سیم کارتی و خانگی نداره، چون خودش سیستم پای داره که مستقیما به ماهواره های استارلینک در فضا متصل میشه. شما میتونید با این گوشی حتی از روی زمین با شخصی که توی کره ماه هستش ارتباط برقرار کنید، چون گوشی های تسلا به ماهواره ها متصل هستن. حالا به نظر شما تسلا میتونه رقیب بزرگی برای آیفون و سامسونگ باشه؟ حتما نظرتون رو در این باره بنویسید و قبل از ترک ویدیو برای دیدن ویدیوهای بهتر و شگفت‌انگیزتر پیج دنیای اسرار رو دنبال کنید. ایلان ماسک تا چند ماه دیگه تو سال 2025 با گوشی‌های تسلا به جنگ آیفون و سامسونگ میاد. همین 2 ماه پیش بود که ایلان ماسک گفت اگه اپل و گوگل به راه پلیدی برن، تسلا گوشی هوشمند میسازه.